خب در ادامه طالبینی رسیدیم به متولدین 27 دی. دوست ندارد سخت کار کند، او بارها بیمیل و بیزار می شود. او باید در قرض دادن پول محتاط باشد، چون به ندرت به او برگردانده می شود. مهمترین دردسر و مشکل او عصبانیت است و همه بیماری های او کلاً عصبی است. فردی افسرده است. از شوهرش انتظار دارد که تمام وقت از او مراقبت کند. متولدین 28 دی. او فردی منظم و خوشفکر است. او معمولاً در خانه و در مورد امور خانوادگی دچار صدمه و اضطراب می شود. مرد علاقه‌ای به ازدواج ندارد. معمولاً خیلی دیر ازدواج می کند. اگه متولد 28 دی زن باشه، او شخصیتی مردانه دارد. دوست دارد خودش را برای کودکانش فدا کند. متولدین 29 دی. از پدرش اموالی به ارث میبرد. احتمالاً دچار ناراحتی‌های کلیه و مثانه خواهد شد. مرد متولد 29 دی به رغم تندخویی ذاتیش زندگی زناشویی خوبی خواهد داشت. زن متولد 29 دی در زندگی زناشویی او چند مسئله ناگوار پیش می آید. متولد 30 دی. عصمت و بزرگی و خوشبختی. عجول و بی‌پروا و قوی و نیرومند است. کمک کردن به دیگران را دوست دارد و این کار را به هر قیمتی که هست انجام می‌دهد. لجوج و سرسخت است و همین مسئله باعث می شود که در ادامه و توسعه کارهایش دچار مشکل شود. مشکلات قلبی، این بیماری در کار او اخلال ایجاد می کند و حتی ممکن است در زمان طفولیت هم ایجاد شود. برای دریافت مطالب کامل این مواردها و ماهای دیگه اگه دوست دارید میتونید به کانال تلگرام پیام بدین. آرزوی موفقیت برای شما.